یک شاخ گل، برنامه شماره 18 ب. خواننده خانم یاسمین. آهنگ محلی. شعر از بیژن ترقی. ابیات غزل از فخرالدین عراقی، شاعر قرن هفتم، همعصر مولانا جلال الدین مولوی و شیخ اجل سعدی. گوینده روشنک. فخرالدین عراقی دفتری به نام عشاقنامه دارد که دارای 10 فصل است. آخرین تیر شب هجر به پایان آمد، آخرین درد مرا نوبت درمان آمد، آخرین بخت من از خواب در آمد سحری، آخرین رنج و تعب نیز به پایان آمد. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می دارمت به بانگ بلند.
نهان کنم تا چند، دوست می‌دارمت به بانگ بلند. گرچه من دور مانده ام ز برت، گرچه من دور مانده ام ز برت، با خیال تو کرده ام پیوند. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می‌دارمت به بانگ بلند. گرچه من دور مانده ام ز برت، با خیال تو کرده ام پیوند. عاشقان تو نیک معذورند، عاشقان تو نیک معذورند، زانکه نبود کسی تو را مانند. آخرین وقت من از خواب در آمد سحری، آخرین رنج و تعب نیز به پایان آمد. شکر خنده بکن این دل من باز مزکم، یه تو آشفته مکن دلم کن دیوانه، آتش از درد نگه مزن بر این کاشانه.
دست دلت شاد و لبت خندان باد.